قانونی پیش بینی شده است. همچنین درآمد شخصی واقعی با معیار 16% امداد ستانده می شود. خبری که در سایت آزادی نشده است اون اساس واقعی ندارد، زیرا این گونه شخصیت هایی که در اونجا نامبر شده است در روی خط راهبلدان و اعضای گروه کاری وجود ندارند. اصلا ما تفتیش کردیم و همچنان من گفتنی هستم که با راهبلدان به حیث مزد مهنت 1994 سومونی گرفتند و بقیه 2541 سومونیش رو کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از آنها انداز ستانیده است. تا امسال از راهبلدان و هیئت گروه کاری انداز ستانده نمیشدند و امسال طبق قانون نو جدید از آنها انداز ستانده شده است. از این خاطر از هر راهبلد و مبلغی که مهنده کرایه ستانده نمیشوند همه گونه درآمدهای دیگر طبق قابل ذکر است که در روی خط راهبلدان حج سال 2013 راهبلد با نام شمس‌الدین مومن وجود دارد. 47 سومون 57 دیرم که ما در اساسی زنبه دموستری خراجاتی باید داده ایستاده. همین خلاص نفسونتن من همون مقاله را دیدم 47 سوم گفته سوید بودم این خیلی نیست و یا با پیش پیش از گرفتم از خودی راهبلدا خودی بیرونستم مستقیم باید راهبلدا پرداخت کنیم. بعد با معیار 13% اندازمندی قبول می‌کنم. مبلغی که حاجی حج می‌رد از همونجا مثلا راه انداز گرفته می‌شد.